به نام یاد خدا با عرض سلام خدمت همه شما عزیزای بیننده. آرزو دارم هر کجای این دنیای پهناور هستید خوب و خوش و پر انرژی و پر نشاط باشید. طبق معمول من میلاد نجیب با جمع از همکارانم در یک برنامه دیگر افتخار تا یک ساعت دیگر در حضور شما قرار دارم. انشالله که از داشته های برنامه امروزی هم مستفید باشید. من تنها نیستم، در کنار من آقای صفی‌الله احمدی ترینر تیم ملی رگبی افغانستان و همچنان کامران عضو تیم جوانان رگبی افغانستان حضور داره. سلام بر شما، ممنون از اینکه حضور یافتین در برنامه. تشکر، زنده باشید. ممنون از اینکه حضور پیدا. تشکر، سلامت باشید. آقای احمدی، در رابطه با تاریخچه رگبی در افغانستان میشه بر ما کمی معلومات بدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخچه رگبی بعد از 2011 توسط حاجی صاحب منصور مجید رئیس فدراسیون رگبی در افغانستان ایجاد شد. بعدش 6 سال عضویت ریاست داشت که بعدش باز به نام جاوید شریفی یک کسی دیگه در از فدراسیون آمد. بعد از 2011 ایجاد شد. خب بالاخره تو سلسله فدراسیون رگبی رشد کرد و بالاخره حالی نایب قهرمان آسیا هستم. خوشبختانه میایم روی از اون مورد هم صحبت میکنیم. در رابطه با تمرینات تیم ملی رگبی افغانستان که در کجا براندازی میشه، چقدر ورزشکار و حضور پیدا میکنن، میشه برای ما بگویم؟ متاسفانه ما میدان معیاری، میدان استاندارد فدراسیون رگبی تابیال در افغانستان نداره، با وجود از اینکه بسیار یک فدراسیون بردستاورد است. آرزو داریم کمیته ملی المپیک تربیت بدنی در آینده همکار باشه که تا یک میدان معیاری، یک میدان استاندارد بر ما ایجاد بکنه که تا علاقه‌مندای رگبی یا بازیکنای رگبی بتونن با شکل درستش از اون میدان‌ها استفاده بکنه و در ضمن یک افتخارآور باشه برای افغانستان. بسیار خوب. میایم روی دیگه موردها صحبت میکنیم. کامران جان، تشکر از اینکه حضور پیدا کردی. در رابطه با تمریناتتان خودت عضویت تیم جوانان رگبی افغانستان در اختیار داری. میشه در رابطه با این ورزش بر ما بگویی چه انگیزه باعث شد که رو بیاری به این ورزش؟ ما در وقتی که ما خواستیم در این ورزش بریم و در مکتب در لیسه بیا ما وقت درس میخوندیم و از طریق فدراسیون هیئت‌های آمدن در مکتب و از این طریق ما رفتیم در علاقمند شدیم به رشته رگبی و وقتی که در رگبی رفتیم و مسابقات برگزار شد و در تیم لیسه بیا مقام اول کسب کرد و در مو انگیزه شد که ما رو بریم به این ورزش رگبی و حال تقریبا 2 سال میشه که عضو تیم جوانان رگبی را دارم. بسیار خوب. ورزش رگبی یک ورزش بسیار ثقیل است، یک ورزشی است که خیلی قدرت، خیلی انرژی نیاز داره. میشه در رابطه به این بر ما بگویی که فکر نمی‌کنی ورزش را خودت انتخاب کردی کمی ثقیل‌تر است؟ بله، یه ذره ثقیل‌تر است. خب نسبت علاقه‌مندی خود آدم هم کوشش و اینا انسان میتونه که بتونه. بسیار خوب. آقای احمدی، افغانستان در رشته رگبی دستاوردهای چشمگیری داشته، از جمله ای که در مورد اخیر توانست نایب قهرمانی آسیا را از آن خود بکنه. میشه در او رابطه هم بر ما کمی معلومات بدی که از افغانستان چقدر ورزشکار در او رقابت ها حضور داشت؟ متاسفانه در اون مسابقاتی که نایب قهرمان آسیا شدن در افغانستان کسی نبود. کل بازیکنای خارجی ما بودن، دیگر ایران و هند و سنگاپور و 2 کشور دیگه هم بود یادم نیست، اونا را بردن و نایب قهرمان آسیا شدن. در او رقابت ها چند کشور حضور داشت که افغانستان توانست؟ 12 کشور حضور داشت. افغانستان نایب قهرمان آسیا شد، در مقابل سنگاپور بازی را باخت، نایب قهرمان شد. چرا از افغانستان ورزشکارها حضور نداشته او رقابت ها؟ در اون زمان مشکلات زیاد بود، مشکل ویزا، مشکل امکانات، مشکل مالی، یعنی این مشکلات ها باعث شد که هیچ کس نتونه مثلا از افغانستان در مسابقات اشتراک پیدا کنه. خوشبختانه اون بازیکنایی که از بیرون آمده بودن هم توانستن که نایب قهرمان شدن، زحمت کشیدن. اگر از افغانستان هم میود بهتر بود. خب نظر به مشکلات ویزا گپا نتونستن اشتراک بکنن. یعنی کمکاری از سوی چه ارگانی، چه نهادی اینجا صورت گرفت که ورزشکارا نتونه؟ چون اگر ورزشکارا همون تجربه‌ای که در داخل کشور کسب کردن با اونا
یک جا میشد، فکر کنین که حتی میتونستن جایگاه نخست از آن خود بکنن؟ مشکلات خود در کل بودن. مشکلات همی نبود رئیس ما در افغانستان نبود. همین مشکلات ها باعث شد که بچه ها از افغانستان اشتراک نتانن. حالی هم رئیس وجود ندارم. یعنی ما یک سرپرست داریم به نام معاون فدراسیون رگبی بودن، معاون اداری به نام ضیا رحمان ضیا که حالا سرپرست ما هستن. دیگه مشکلات در اون وقت همین مشکلات باعث شد که نتونن مثلا بچه ها ویزا به دست بیارن که تا در مسابقات اشتراک بکنن. بسیار خوب. در رابطه با توپ رگبی هم میشه بر ما کم معلومات بدی؟ بسیار یک توپ است که تفاوت داره با توپ های دیگر رشته ها. اگر بر ما بگویی که توپ رگبی 3 سایز داره که سایز 5 هست، سایز 4 و سایز 3. سایز 3 برای نوجوانان استفاده میشه، سایز 4 برای جوانان و سایز 5 شون برای بزرگسالا هست. یعنی در افغانستان بلند قدمی توپ بچه ها رگبی میکنن. و تو وقت شده که یعنی توپ رگبی را کدام تا به جای خربوزه قاش کرده باشه؟ یا طبعا اکثریت وقت که چی میکنن میپرتن پاس میکنن، یاد میکنن که یعنی شکل خربوزه داره. و در غیر از اون مردم افغانستان به نام رگبی تابیال آشنایی ندارن. اکثریت وقت که مردم پرسان میکنن که رگبی چی است، باز ما میگیم که رگبی همون چیزی است که توپ خربوزه‌ای دراز ببین تو توپ برش مثال میدیم. این ورزش دیگه به نام ورزش خربوزه‌ای نه خربوزه‌ای گفتن نمیتونم، نامش رگبی است. اما در افغانستان بسیار خوب. اگر معرفی بکنیم اون یک چیزی حالا باید بگوییم. بسیار خوب. کامران جان، خودت در چقدر رقابت ها حضور داشتی؟ آیا تجربه رقابت بیرون مرزی را داری یا خیر؟ و اگر نداری در افغانستان در کدام رقابت ها اشتراک کردی؟ من فعلا خود تا حال ندارم تجربه مسابقه بیرون مرزی را، ولی در خود کابل ما 3 مسابقه کردیم. که مسابقه بین مکاتب بوده و مسابقه ولایتی. بسیار خوب. در رابطه با مکان مناسب به خاطر تمرینات بازیکنان تیم ملی افغانستان قبلا گفتین، آیا تا جای مشخص شده به خاطر اینکه یک ورزشگاه معیاری برای این رشته پردستاورد افغانستان ایجاد شود یا خیر؟ بله، ما یک میدان برای ما در دسترس ما قرار داده کمیته ملی المپیک تربیت بدنی. از اون میدان تا بیال کدام میدان معیاری نتونستیم جور بکنیم متاسفانه، اما میدانش داریم، جای نداریم. ما برای فعلا در مکاتب تمرینات خود پیش می‌بریم. شخصا خود من بچهای تیم ملی را در لیسه حبیبیه تمرینات میتونم و در غیر از این یک جایی که باید برای ما داده شود یا باشه که ما تمرین بکنیم متاسفانه نیست. درست. و در رابطه به این که چون شما به تجربه ترینری تیم ملی هم دارین، ای که شما در رقابت‌های بیرون مرزی هم قبلا یادآور شدین که حضور پیدا کرده باشین، چقدر یعنی حضور در رقابت‌های بیرون مرزی به خاطر کسب تجربه برای شما و ای که بازیکنایی که در کاتگوری‌های مختلف حضور دارند در تیم ملی رشته‌های مختلف افغانستان برای ما بگوین که چقدر مفید واقع میشه؟ طبعا این تاثیر خود داره به خاطر از اینکه میدان در اختیار ما قرار داده شده، امکانات باشه، زمینه مساعد باشه، اونمو قدر بلندتر، اونمو قدر پر انرژی تر میتونه بچه‌ها میتونه که در مسابقات اشتراک بکنه. دیگه برای فعلا همین میدان‌های خاکی در اختیار ما قرار داره. در آینده مهربان است تربیت بدنی کمیته ملی المپیک خواهش ما می است که زمینه را مساعد بسازد تا یک میدان استاندارد خوب برای بچهای تیم ملی ما، برای بچه‌ای که در اینجا نو رگبی شروع میکنن، تا ما بتونیم از این طریق میدان‌های خوب رگبی برای مردم افغانستان به معرفی بگیریم، مردم علاقه‌مند شوند در مسابقات اشتراک بکنن، در تیم‌ها، در مکاتب، در کل جای. این بسیار تاثیر مثبت داره میدان خوب اگر در اختیار ما قرار داده شود. در رابطه با رقابت‌های گزینشی تیم ملی رگبی افغانستان در این نزدیکا راه‌اندازی شده یا خیر، یا همون بازیکنایی که چند سال قبل حضور داشتن همونا تا حال هم در ترکیب وجود دارن؟ نه متاسفانه در طول یک سال خود ما نداشتیم مسابقاتی که باید تیم‌های ملی خود انتخاب بکنیم. 2 سال قبل یک تورنمنت برای انداخته شد بین 8 ولایت کشور ما که در او هم ما انتخاب کردیم بچهای تیم ملی خود همزو و بعد دیگه اینطور یک مسابقات برای انداخته نشده تا بیال متاسفانه که ما باز مثلا آپدیت بکنیم بچهای تیم ملی خود انتخاب بکنیم. ما در هفته نو یک تورنمنت بین 10 تیم داریم
در استادیوم کابل خوشبختانه فدراسیون فوتبال کابل قدم همکاری کردن، میدان در اختیار ما قرار دادن. ان شاء الله هفته نو ما یک تورنمنت در تاریخش مشخص نکردیم به خاطر از اینکه رئیس در کابل حضور نداشتن. نمی چهارشنبه پیشرویی که فردا باشه ما باید این تورنمنت خود میگرفتم، ما رئیس نبود. برای هفته بعدی ان شاء الله که شاید یک تورنمنت خوب در بین 10 تیم در کابل خواهد بود. این رقابت هایی که شما گفتین تنها به سطح کابل راندازی میشه یا به سطح افغانستان؟ این تورنمنت به سطح کابل است و تربیت بدنی کمیته ملی المپیک وعده کردن که بعد از اینکه ما این تورنمنت به خیریچی کردیم در بین ولایات هم یک تورنمنت داشته باشیم که باز یک 10 ولایت حضور پیدا بکنه و تا بتونیم اون چهره‌هایی که خوب و بهتر هستن به خاطر تیم ملی خود انتخاب بکنیم. در رابطه با اردوگاه‌های تمرینی چقدر برای نسل تازه کسایی که در تیم نوجوانان رگبی افغانستان است اردوگاه تمرینی داخل افغانستان راه اندازی میشه نمیشه؟ آیا کدام برنامه دارن که کدام اردوگاه تمرینی بیرون از افغانستان برای چهرهایی که تازه ظهور کردن در تیم ملی رگبی افغانستان؟ در افغانستان هم ما تنها میتونیم یگانه راهی که داریم راه مکاتب است که تنها میتونیم در مکاتب مثلا تمرینات خود شروع بکنیم و ما در مکاتب بریم رگبی رو به معرفی بگیریم، بعض از صنفا علاقمند جمعآوری بکنیم در میدان مکتب تمرین بدیم. در بیرون خطابیال اینطور کدام برنامه خاص ندارم به خاطر از اینکه ما بیرون مرزی رفته باشیم یا کمپ تمرینی داشته باشیم خطابیال کدام چیزی وجود ندارم. در ولایت ها چقدر ریاست های فدراسیون رگبی افغانستان فعال است؟ آیا علاقمندینشان میتونن نمیتونن در اقصا نقاط مختلف کشور؟ ما در 2 سال قبل از 8 ولایت چی داشتیم تیم داشتیم که در مسابقات اشتراک کرده بودن. مسابقات 3 تیم از کابل بودن، 8 تیم از بین 11 تیم بود. برای فعلا متاسفانه تنها در مزار در ولایت غزنی همین 2 تیم ما فعال هستن، متاسفانه دیگه تیم‌ها نه. به خاطر از اینکه ما کاری که باید میکردیم در طول وقت رگبی رو رشد میدادیم، امکانات برش فراهم میکردیم نکردیم. نبود رئیس امیر اینجا برای ما میگه که نه رئیس نبود در طول وقت. حال خوشبختانه می سرپرست که اومدن ما در تلاش ایزی هستیم که مثلا پیش تجارای ملی خود بریم. ما تورنمنت که پیش رو داریم 4 تجار ملی ما با ما همکاری کردن از زینه همزو پول ما میتونیم که میاشتیم خود مسابقاتش جور کردیم مثلا جور بکنیم. با وجودی که رشته رگبی یک رشته پردستاورد است، من قبلا هم یادآور شدم، چرا توجه صورت نمیگیره در این بخش؟ توجه در کل چی بگویم میره اول توجه می باشه که امکانات نیست، میدان معیاری نداریم. اول از میدان باید شروع شود. صحیح در افغانستان میدان معیاری نیست، امکانات نیست. اینمی باعث میشه که رشد نمیکنه رگبی. اگر در ولایات هم بریم باید ولایات با خبری باید از گرفته شود سالانه مثلا معاونت که شما تیم دارین فعالیت دارین. متاسفانه این کارا وجود نداره. یک مانگی خاص در فدراسیون ما متاسفانه وجود نداره که باید پرسان بکنه، باید رشد بده. همین یک چیزی وجود نداره. بسیار خوب. کامران جان، خودت عضویت تیم نوجوانان رگبی افغانستان داری. در تیمتان چقدر بازیکن حضور دارد؟ یعنی چند هم تیمی با شما در یک مکان تمرین میکنیم؟ ما در لیسه حبیبیه تمرین میکنیم و در اونجا 17 نفر ما هم تیمی ما هستیم با هم تمرین میکنیم در لیسه حبیبیه. از علاقمندی هم تیمیایت بر ما بگو، چقدر علاقمند هستن به خاطر ادامه ازی ورزش و ای که بتونن بیرون از افغانستان برای افغانستان افتخار آفرینی بکنن؟ علاقمندی خو کلگی داره فعلا تمرین میکنن و ما با تشویق‌های استاد صفی ما اونجا تمرین میکنیم و امیدوار هستیم که فدراسیون مسابقات را برگزار کنه که ما بتونیم مسابقات بیرون مرزی داشته باشیم. امی ورزشکارای رگبی که از در خارج از افغانستان بسیار جسامت کلان می داشته باشند، این کدام وسیله است که می پوشه؟ کدام لباس مخصوص است یا همونطور کلان هستن اینا؟ نه خیر، نه، اونا همونطور کلان هستن. خود چون در اونجا بر از اونا امکانات است، غذاهایشان جیم دارند و از هر چیز بر از اونا امکانات است، ولی در اینجا او امکانات نیست. از او خاطر بازیکن‌های ما قدر براندازی از اونا نیست.
خب اگر در یک مسابقه هم روی بازیکن‌ها روبرو بشین باز چی میکنین شما؟ انشالله با مو انرژی را که ما افغانا داریم انشالله اونا رو هم شکست میدیم. بسیار خوب. در رابطه با ای که چقدر نهادینه شده امی رشته رگبی در افغانستان، ای که از یک سرگرمی به یک حرفه تبدیل شده میشه، بر ما بگوین. خب من پیشترم گفتم که اگر امکانات باشه مردم علاقمند میشه که بیاین در رشته ورزشی رگبی. تورنمنت ها باشن، سالانه برگزار شوند، میدان خوب در اختیارشون قرار گرفته شد، مثلا در ولایات میدان ها باشه، اینمی خودش باعث میشه که مردم علاقمند میشه که بیاین در رشته ورزشی رگبی. فکر بکنید شما ما در طول 2 سال نتونستیم مثلا یک مسابقات ولایتی خود برگزار بکنیم، یا مثلا در مرکز یک مسابقات را برا پرتیم که از طریق رسانه ها مثلا چی شود برنامه داشته باشن، پوشش داده شود، برای مردم معرفی شود. این مشکلات است در کل پیش ما. انشالله که از این آباد دیگه امیدواری زیر داریم که بتونیم خوبتر و بهترتر پیش ببریم ورزش رگبی را که مردم علاقمند شود که تا با یک ایچی تبدیل شود. با همین امکانات استاد فکر میکنی که ورزش رگبی افغانستان تا حال که نتیجه داده بعد از این نتیجه میده، با وجودی که شما فکر میکنید رقیبای شما خیلی از امکانات بالای برخوردار است؟ در امکانات، ارتباط امکانات هم گفتم امکانات اصلا حال وجود نداره دیگه. ما خودمون شوق علاقه را که داریم به رگبی کوشش میکنیم که رگبی را به حالت خوب نگاه کنیم، به خاطر از اینکه شوق علاقه ماست. امیال تورنمنت را که ما پیش رو داریم، نه فدراسیون، نه کمیته ملی المپیک، نه تربیت بدنی، هیچ کس با ما همکار نیستند در چی. صرف ما به خاطر سعی تلاش خود بین 8 تیم همین رقابت ایچی کردیم که به خیر رفته این نو در نظر داریم بکنیم. فقط تانستی میره که مو دوستاوندی والای رفیقایی که ما تاجرایی که داشتیم پیشون از با گفتیم که نیت یک مسئله است، ما تورنمنت داریم که اونا امکانات لباس و جراب و تمام چیزهای ورزشکارای ما را فراهم کردن دیگه. بعد از این امیدوار به این هستیم که مردم علاقمند شوه و تا بتونیم ما رشته ورزشی خود پیش ببریم. هر فدراسیون بودجه داره. در رابطه با بودجه فدراسیون رگبی افغانستان بر ما بگوین. آیا این بودجه که در اختیار شما سالانه قرار میگیره بسنده است؟ بازم متاسفانه مسئله بودجه ما اکاونت داریم، اکاونت بانکی ما توسط رئیس ما گرفته شده یا در اختیار از قرار داره و خودشان در کشور موجود نیست، بیرون از کشور هستند. اینمی باعث شده که ما نمیتونیم مثلا از او چی بودجه و از امکانات استفاده بکنیم. حال رای حل چی است؟ رای حل در کل نمی است که ما به عنوان سرپرست ضرورت داریم که تربیت بدنی کمیته ملی المپیک یک کس را به عنوان سرپرست برای ما معرفی بکنه تا انتخابات شود بخیر که باز یک کسی در رأس فدراسیون قرار بگیره، یک آدمی باشه که فعالیت رگبی را به شکل درستیش پیش ببره. کامران جان، اقدر بحران در داخل فدراسیون رگبی افغانستان است. خودت من حیث یک جوانی که تازه رو آوردی به این رشته، چقدر تاثیر منفی داره روی انگیزه و تمرینات خودت؟ طبعا یک تاثیرات منفی را بالای بازیکن‌ها داره. خب ما بازم خواستم است که به ورزش رگبی توجه صورت بگیره و ما بتانیم با انرژی بیشتر با تمرینات خود ادامه بدیم. بسیار خوب. استاد، پلان آینده فدراسیون رگبی افغانستان اگر به شیوه پیش بریم، خب این رشته به بحران کشانیده میشه. باید چه اقداماتی صورت بگیره که از این بحران ما عبور بکنیم و همون جایگاهی که رگبی داره حفظ شود؟ برای فعلا خب ما یک سرپرست ضرورت داریم که رأس فدراسیون قرار بگیره. بعدش بخیر انتخابات صورت میگیره. تربیت بدنی آمادگی زیر داره که در آینده نزدیک میخواد انتخابات فدراسیون ها را ایجاد کنه که یک رئیس در رأس فدراسیون ما بیاید. انشالله فعالیت بس شروع میشه به اون شکل درستش که باید قبلا میشد تا بیال نشده دیگه. از این به بعد هم میخوایم که بخیر یک کسی در رأس فدراسیون قرار بگیره که بتونه مثلا شوق علاقه مردم به مجایش بانه و ورزش رگبی خراب نشه. هدف می است که حال خود ما در یک حالت قرار داریم که امکانات نیست، بودجه نیست. بعد از این انشاءالله تصمیم بگیری داریم که یک کسی در رأس فدراسیون قرار بگیره که آدمی باشه که فعالیت بکنه.
آیا شما پیشنهاد این مشکلات در جریان گذاشتین امرای کمیته ملی المپیک افغانستان؟ بله، ما چند روز پیش رئیس کمیته ملی المپیک با جمع از ورزشکارا رفتیم، اونا این وعده را کردن در آینده نزدیک گفت انتخابات صورت میگیره ان شاء الله که ما سر از چی میکنیم. اما ما با تاکید ما به می بود که ما یک سرفراز باید داشته باشیم که برای فعلا رگبی باید تورنمنتاش برگزار شه. این وعده را کردن و برای فعلا به نام بیشتر هم گفتم ضیاءالرحمن ضیاء سرپرست فدراسیون رگبی قبلا معاون اداری بودن، حال سرپرستی رو پیش میبرن. در رابطه به همین رقابتی که گفتین هفته آینده در کابل راه اندازی میشه به سطح کابل، کدام تیم‌ها حضور دارن و چقدر ورزشکار در این رقابت‌ها حضور پیدا میکنن؟ بین 10 تیم است از 4 زون کابل تیم‌ها هستند دیگه. وقتی که بخیر تورنمنت چی شد، تاریخش مشخص شد، رسانه‌ها در جریان می باشند دیگه. در صورت شما هم قدم همکار باشین بیاین اونجا همین ورزش ما را از طریق رسانه تلویزیونی ملی سپورت هم چی بکنین. در 4 زون کابل ما 10 تیم جور کردیم در این مسابقات. کدام زوم کدام تیم‌ها مشخص نام دارند که نامشون مختلف هست؟ فقط از 4 زون کابل هدف می بود که از طرف غرب شرق از کلش ما تانستیم که تیم‌های قبلا در کابل بود فعالیت داشتن، اونا را برشان چی کردیم که این تورنمنت است و هم آمادگی خود داریم ان شاء الله که اشتراک میکنن در این مسابقه. بسیار خوب استاد، در رابطه به این که چون من خیلی علاقه‌مند این ورزش هستم به خاطر که یک ورزشی است که برای من بسیار متفاوت از سایر ورزش هاست. یک کسی که میخواد بیاید این ورزش شروع بکنه چه ویژگی‌هایی را باید خود داشته باشه ذاتی تا اینکه بیاید یک دستاورد خوب داشته باشه؟ طبعا باید از یک اندام خوب برخوردار باشه و سرعت هم داشته باشه. این شوق علاقه خودش باعث میشه که آدم از اوایل میخواد شروع بکنه، پس اون آماده میسازه خود برای می بازی. مثلا نو که میه کلی اینطور نیست که باید کتا بیاین دیگه مثلا بازی بکنن. خود طبعا که میاین دیگه باز علاقه مندیشون زیاد میشن، در جیم میرن، سر اندام خود سر پت و بازوی گپخت کار میکنن تا که آماده شون برای بازی رگبی. کامران جان، خودت چون ورزش رگبی یک ورزش بسیار پرهزینه به نظر میخوره، چقدر خودت میتونی که همین ورزش انجام بدی، بری ورزش های دیگر را مثلا جیم فرا بگیری و دیگر ورزش هایی که بتونه قدرت بدنی تو را بالا بره به خاطر که آماده تر باشی به این رشته؟ موخی ورزش هزینه کار داره، چون باید ورزشکار که در این ورزش می باشه باید از قوت بدنی بالا برخوردار باشه. ما چون در این وقت اقتصادا و اینا خوب نیست، ما جیم میریم تمرین میکنیم و دمی رگبی تمرین میکنیم تا کوشش میکنیم که یک پلیر بهتر باشیم. یعنی آماده چه قسمی امکاناتش داری که بری همزمان هم رگبی را پیش ببری و هم دو سه ورزش دیگر را به خاطر نه خیر، نه امکانات او را خود نداریم. خب از اون امکانات کمی که داریم تنها جیم تمرین میکنیم که بتانیم که این ورزش پیش برده بتانیم. استاد، در رابطه به اصلی بازیکنان تیم رگبی افغانستان میشه بر ما بگوین ماهوار است یا سالانه است؟ در این رابطه او پول من فکر میکنم که اصلا بسنده نیست به خاطر یک ورزشکار که این قسم یک ورزش پرهزینه را پیش میبره. متاسفانه ما از ایجاد رگبی، از زمانی که رگبی ایجاد شده در افغانستان تا امروز بینان اصریه یا کدام امتیاز از طرف کسی یا از تربیت بدنی کمیته المپیک تابیال بر فدراسیون رگبی داده نشده. اگر دادم شده تابیال بر ما در دسترس ما قرار نگرفته. این مشکلات باعث میشه که بازیکنان قلم که اگر امکانات امدیر داشته باشن که مثلا یک جیم برن یک علاقمندی داشته باشن که بعد از جیم بیان بازی رگبی را انجام بدن. این مشکلات ها هست. ما به نام اصریه و به نام ایشی متابیال ندیدیم. در 12-13 سال میشه در رگبی کار میکنم به نام اصریه تابیال برای هیچ بازیکن فدراسیون رگبی داده نشد. در فدراسیون های دیگه داده میشه، چرا بر فدراسیون رگبی افغانستان داده نمیشه؟ این رو باید از رئیسی که چند سال در رأس فدراسیون رگبی قرار داشت باید سوال کنیم، به خاطر اینکه ما همیشه میپرسانه کردیم ازشان که چرا نیست. و ما اینا میگن که ما حصریه نداریم تابیال
یعنی چیزی نداریم دیگه. بینی مشکلات ها در حال با وجود ای که امیر رئیس حضورم نداره، چرا می انتخابات گزینش رئیس فدراسیون رگبی شما زودتر رو اندازی نمیکنید که از این مشکلات خلاص شده؟ انتخابات خب باید توسط تربیت بدنی یا کمیته ملی المپیک برای انداخته شود. در قدم اول باید انتخابات اون فدراسیون های ولایات برای انداخته شود و بعدش باز چی فدراسیون دیگه. تربیت بدنی کمیته ملی المپیک میگن که در این وقتا بخیر انتخابات است. انشالله که شاید ازی باشیم که یک نفر پرکار و پرزحمت در از فدراسیون ما قرار بگیره که تا بتونیم از این مشکلات خلاص شویم. امکان داره که یک شخصی که در دیگه بخش ورزش کرده باشه به سمت فدراسیون رگبی افغانستان بگیره، باید درایت داشته باشه بالای هیچ فرق نمیکنه. ورزشکار کلی ورزش فقط یک انگیزه ورزشی و تندرستی تیمی داشته باشه. مثلا هدف ما است که به خاطر رشد رگبی کار بکنه یا برای خاطر رشد ورزش کار بکنه و تندرست باشه. می دیگه از فساد اداری و گپا اگر دورتر باشه بهتر است. اما حقی که بغدار میرسه امور برش برسانه. مثلا یک پلیر چی ضرورت داره در وقت ماستر به وقت زمانش برسه در مسابقات برگزار شود که در اشتراک بکنه. امکانات ناچیزی که از اختیارش قرار بگیریم ان شاء الله که هیچ مشکلی وجود نداره. بسیار خوب. انشالله که روزی شود که فدراسیون از تمام از این مشکلات راهی پیدا بکنه و ما شاهد درخشش. به عنوان پرسش آخر، خواست چی از مسئولان؟ خواست ما در کل امی است که در قدم اول خب باید یک کسی در رأس فدراسیون قرار بگیره که فعالیت بکنه. بعدش بخیر انتخابات را برای پرتم که ما رئیس فدراسیون ما انتخاب شود که ما مثل سالهای گذشته اما تو فعالیت داشته باشیم، در ولایات تیم داشته باشیم، یعنی در کل کار بکنه، زحمت بکشه. خواست ما می است. و دیگه خواست ما تربیت بدنی کمیته ملی المپیک می است یک میدان معیاری در اختیار بازیکنان ورزشی رگبی قرار بده که اونجا تمرینات خواهی. متاسفانه هیچ میدانی که مناسب با بازی رگبی باشه ما نداریم. و کامران جان خودت؟ ما از فدراسیون رگبی و المپیک می خواهیم که همون میدان معیاری و یگان تمام چیزهایی که مربوط به رگبی میشه و مهیا بسازن تا بتوانیم درست تمرین کنیم. انشالله که روزی باشه که تمام مشکلات فدراسیون رگبی و هر رشته‌ای که با مشکلات گوناگون دست پنجه نرم میکنه رهایی پیدا بکنه و مانع رشد ورزش در افغانستان نشه. میان برنامه کوتاه داریم، میریم و دوباره زود برمیگردیم. درود مجدد، ممنون از این که بیننده برنامه افتخار تا این دم هستید. من طبق معمول تنها نیستم، مهمان دارم در استودیو آقای اعظم گویی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری و عضو کمیته تکنیکی وزنه‌برداری آسیا و همچنان زبیر نظری، عضو تیم ملی وزنه‌برداری افغانستان. تشکر، ممنون از این که حضور پیدا کردین در برنامه. سلام به شما و بیننده‌های عزیز تلویزیون ملی افغانستان. سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز. تشکر. جناب کویی، میشه در رابطه با فعالیت های فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان در اخیر بر ما کمی معلومات بدید؟ فدراسیون وزنه‌برداری یکی از فدراسیون های اساسی المپیکی است که در افغانستان قدامت بیشتر از 60 سال دارد، ولی رسما در چوکات ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کمیته ملی المپیک رسما در سال 1360 با فعالیت آغاز نموده و از اون سال به بعد عضویت فدراسیون وزنه‌برداری آسیا و عضویت فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری را کمایی نموده. بسیار خوب. در رابطه با رقابت هایی که چند پیش در کابل رو اندازی شده بودن، میشه بر ما کم معلومات بدید؟ رقابت ها به سطح کابل بود یا به سطح ولایت ها؟ تشکر. قسمی که شما گویی دارین، چند قبل مسابقات انتخاباتی تیم ملی با حضور ورزشکاران تیم‌های منتخب ولایات که ما در اون نمایندگی داشتیم در کابل برگزار شد و چهره‌های برتر از مقام اول الی سوم در کلاس‌های مختلف در کاتگوری سنی جوانان و بزرگسالان در تیم ملی وزنه‌برداری انتخاب شدند. بسیار خوب.
زبیر جان، میشه خودت در رابطه با تمرینات و ای که در این رقابت هایی که جناب استاد اشاره کرد حضور داشتی یا خیر؟ بله، تمرینات ما مدت 11 سال میشه که عضو تیم ملی وزنه برداری هستم و آخرین مسابقات ما که مسابقات تیم ملی بود که در کلب مرکزی برگزار شد که تانستم در کتگوری وزن خود مقام اول را کسب نمایم. رقابت هایی که گفتی رقابت های گزینشی تیم ملی بود بسط کابل بود یا بسط ولایتان بود که چند ولایت 6 ولایت اشتراک کرده بودن و بیشتر از 80 ورزشکار که در کتگوری 73 کیلو تانستم مقام اول را کسب نمایم. ماشاءالله. جناب استاد، ما خب در رابطه با خودت معلومات داره، میشه در رابطه با خودت یک چهره هستی که واقعا برای ورزش افغانستان کار کردی، افتخار آفریدی. در رابطه با این که در گذشته ها با چه امکانات شما میرفتین افتخار می آوردین و حال از امکاناتی که در اختیار این ورزشکارا قرار داره برای ما میشه بگوین؟ تشکر، لطف میکنین. چند اصل عمده است که خدمت شما عرض میکنم تا زمانی که همین اصلا تکمیل نشه در هیچ رشته نمیتونیم ما نتایج خوب به دست بیاریم و صاحب مدال شیم. جای تمرین مناسب، تغذیه مناسب، پلان تمرین مناسب و مربی مجرب که در اختیار ورزشکارا باشه. 4 اصلی که گفتم براتون دست به دست داده میشه که یک رشته ورزشی تمرین بکنه. بعدا از او تقاضای زیر داشته باشیم که در برنامه بیرون مرزی شرکت میکنه و افغانستان صاحب مدال بسازه. بسیار خوب. استاد، خودت چقدر همین تجربه‌ای را که کسب کردی در گذشته ها چقدر انتقال میتی به ورزشکارای حال، چقدر موثر تمام میشه این تجربه‌ای که شما و کسای کارکشته در این رشته است برای نسل تازه؟ ما خودم تا که تانستیم چیزی که در بساطم بوده انتقال دادیم برای بچه‌ای که حال فعلا در به عنوان مربی تیم ملی، اعضای تیم ملی وزنه‌برداری افغانستان هستند. چیز تجربه که داشتیم برشان انتقال دادیم. ثمره‌اش شما میالم سر میز چیز میبینین که ماشاءالله در حدود 2-3 مدال خارجی داره زبیر جان نظری. تمامش همو تجارب بوده که برای مربی‌ها اینا انتقال دادیم، برای خودشون انتقال دادیم تا یا از اون تجارب استفاده نموده تونستن در میادین بین المللی برای افغانستان مدال کسب بکنن. بسیار خوب. اینجا روی میز خیلی مدال‌های خوش رنگ و چندین مدال هست. فکر کنم تمامش مربوط زبیر جان میشه در رابطه با این مدال بر ما زبیر جان بگویی که مدال از کدام رقابت ها به دست آوردی؟ این مسابقات کشور ازبکستان که بین کشورهای آسیای میانه برگزار شده بود که در 2013 که تانستم که مقام دوم را کسب نمایم. بسیار خوب. در این مسابقات گفتی چند کشور حضور داشت؟ کشورهای آسیای میانه، البته ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرغیزستان یا به وجود داشتند. اونجا جایگاه چندم گرفتی؟ جایگاه دوم در کتگوری وزن. بسیار خوب. اینجا مدال‌ها خیلی زیاد است. معمولا مدالایی که در نظرم خوش میخوره. میشه رابطه با این مدال بر ما بگویی که ایر از کدام رقابت ها گرفتی؟ این مدال از مسابقات تیم ملی سالهای گذشته می باشه که در کتگوری وزنی خود در بین ولایت ها 6 ولایت 7 ولایت که اشتراک کرده تانستم که مقام اول را کسب. بسیار خوب. اینجا بسیار مدال است. میشه روی هر کدام از مو سمت بر ما کوتاه بگویی زبیر جان، چون مدال خیلی زیاد است و وقت کشور ازبکستان که در اوپن کپ ازبکستان برگزار شد که تانستیم که در اونجا مقام دوم را کسب نماییم و آخرین مدالم که مدال مسابقات تیم ملی می باشه که تانستم که اونجا مقام اول را کسب نماییم. این مدال فکر کنم اگر امیر لطف کنی برای من بتی بسیار یک قسم خاص معلوم میشه. این مدال از کدام رقابت ها به دست آوردی و میشه فشرده رویش صحبت بکنی؟ این از دوره گذشته مسابقات تیم ملی می باشه که در کلب مرکزی برگزار شده بود که تانست مقام اول را کسب. بسیار خوب. همچنان تصحیح‌نامه هم اینجا هست. این تصحیح‌نامه را از کدام رقابت ها به دست آوردی زبیر جان؟ میشه در رابطه با این تصحیح‌نامه هم از کشور ازبکستان می باشه که تانستم اونجا مقام دوم رو بگیرم و این تقدیرنامه هم است که با مدال کسب نمایم.
فشرده روی ازیمی تقدیرنامه‌ای که پوش داره بر ما، اگر لطف کنی اختیار ما قرارش بدی صحبت بکنیم روی ازی لوح تقدیر در رابطه به تقدیرنامه میشه. هم دوره اخیر مسابقات تیم ملی بود که تانستم مقام اول را کسب نمایم با تقدیرنامه. بسیار خوب، ماشاءالله که همین رقم خوش بدرخشی. اینجا ماشاءالله قدر تو افتخار کسب کردی که اگر هر کدام از این روی ازی صحبت بکنیم خیلی وقت در بر میگیره. استاد در رابطه با رقابت‌های بیرون مرزی بر ما بگوین. چند پیش ورزشکارای ما تانستند در رقابت‌های کشورهای اسلامی که به میزبانی قونیه برگزار شود حضور پیدا کردن. در رابطه با اینکه چه دستاوردی در رقابت‌ها داشتن بر ما بگویی. قسمی که شما آگاهی دارین یک کاران ورزشی در چندین رشته از افغانستان در مسابقات کشورهای اسلامی شرکت کرده بودند که از افغانستان در بخش وزنه‌برداری یک تن از ورزشکارای ما میرویس رازقی حضور داشت که بنابر امو سطح مسابقات بسیار بالا بود. متاسفانه نتونست نتیجه بگیره، ولی حضور پررنگ سایر رشته‌های ما شما مثلا تکواندو، پهلوانی، جودو، اتلتیک در بخش پارالمپیک ورزشکار ما شرکت داشتن. طبق که ما آگاهی داریم خودت به نمایندگی از افغانستان عضویت یک نهاد معتبر از آن خود کردی، میشه در او رابطه بر ما بگویی؟ قسمی که شما آگاهی دارین در رشته‌های المپیکی هر 4 سال بعد رهبری از فدراسیون انتخابات رئیس، سکرتر جنرال، معاونین و سایر کمیته‌اش برگزار میشه. بنا به مو اساس 6 ماه قبل به اطلاع فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان رسانیده شد که انتخابات رهبری فدراسیون وزنه‌برداری آسیا و با کمیته‌اش برگزار میشه. اگر شما خواهان کاندیداتوری در کدام پست باشین با ما اطلاع بدین. ما خدا در 2 بخش کاندید ساخته بودم، در بخش اگزیکتیو بورد و کمیته تکنیکی که خوشبختانه در انتخاباتی که از تاریخ 4 الی 6 برج جاری عیسوی در شهر دوحه کشور قطر برگزار شده بود با اخذ 30 رای تانستم که عضویت کمیته تکنیکی فدراسیون وزنه‌برداری آسیا را کمایی بکنم. یک کسی که بخواهد این رقم یک نهادها عضویت به دست بیاره باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ هر کمیته که شما انتخاب میکنید شرایط مشخص خود داره. مثلا اونا یکی از شرایط شمی است که حداقل شما 10 الی 15 سال در بخش‌های فنی فدراسیون ملی و فدراسیون‌های بین‌المللی شما وظیفه اجرا کرده باشین. من قبلا از سال 2011 و الا برگزاری همین انتخابات من عضویت کمیته ریسرچ و کوچینگ فدراسیون وزنه‌برداری آسیا را داشتم که او کمیته تحقیقاتی علمی بود که ثمره تحقیقات مسائل ریسرچ همین کمیته ما 2 کتاب مدون است که در مورد آغاز تمرینات وزنه‌برداری از سن نوجوانان الی بزرگسالا و دیگه مسائل همین ترتیب کتاب آیین‌نامه فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری بود. بسیار خوب. زبر جان در رابطه با تصاویر در اختیار ما حضور نمی‌فهم پیدا کرد یا خیر، میشه در رابطه با این که در آینده برنامه خودت و تمرینات چگونه انجام میدی زیر نظر کدام استاد چقدر امیر رقابت‌هایی که قرار است خودت حضور پیدا بکنید روش نزدیک است؟ تمرینات تیم ملی خو همیشه ادامه داشته و ما هر روز در فدراسیون در کلاب مرکزی تمرینات خود انجام میدیم و مسابقاتی که آمادگی داریم که بتانیم که به دستاورد پیدا کنیم. فکر کنم تصویر داریم. روی از این تصویر اگر بر ما بگویی تاشکند سال 2020 است که در این مسابقات جایگاه چندم از آن خود؟ مسابقات کسب سهمیه المپیک بود در کشور ازبکستان که اینجا جایگاه البته تیمی بود که تانستم که مقام 9 از آن خود کنم. چند کشور در رقابت اشتراک کرده بود؟ اینجا بیشتر از 50
کشور اشتراک کردن. بسیار خوب. در رابطه با این رشته هم بسیار یک رشته ثقیل است استاد. میشه در رابطه با این که یک ورزشکار که میخواهد یک وزنه‌بردار خوب شود چه ویژگی‌هایی باید در خود ببینه تا اینکه رو بیاره به این رشته؟ تشکر. هر رشته از خود همو مشخصات خاص خود داره. از نگاه فنی در رشته وزنه‌برداری کسی که میخواد علاقه‌مند باشه باید از نگاه فیزیکی یک توانمندی فیزیکی یک اندام متناسب داشته باشه. میشه باز به اثر تمرینات دوامدار در بخش تکنیک و مسائل دیگه وزنه‌برداری باید بپردازیم. در قدم اول باید یک اندام متناسب و یک اندام قوی باید داشته باشه. بسیار خوب. امی به رشته چند حرکت داره و نمره داره در رابطه به معیارها و اصول از این ورزش برای ما کمی اگر معلومات بدین استاد؟ فدراسیون وزنه‌برداری 10 کاتگوری استاندارد بین‌المللی داره که 6 کاتگوری از این شامل بازی‌های المپیک است که در بازی‌های المپیک شرکت میکنن و متواقع در مسابقات قهرمانی جهانی و آسیایی شرکت میکنن ورزشکاران. از کاتگوری 56 شروع مثبت 109 کیلوگرم 6 حرکت داره که 3 حرکتش یک ضرب است، 3 حرکتش هم 2 ضرب است. حرکت یک ضربش هدف حرکت یک ضرب بلند بردن در یک حرکت یک ضرب وزن بالای سر خود باید ببره. یعنی به اندازه 2 چند عرض شانه میله وزن برداری گرفته میشه و وزن بالای سرش برداشته میشه و به حرکت پایینکوی داور حرکت وزن میپرته. بلند حرکت 2 ضرب حرکت است که به اندازه عرض شانه میله گرفته میشه. در حرکت دومش از بالای سینه بالای سر قیچی میشه. زمانی که سرش داور صدا میکنه حرکت پایین کو وزن پایین میکنه. بلندترین حرکت یک ضرب و بلندترین حرکت 2 ضربش محاسبه میشه و مجموع حرکاتش هر ورزشکار که از یک ورزشکار دیگه بلند میورداشت اونم مقام اول میگیره و ورزشکار که پایینتر از او برداشته دوم و به این ترتیب سوم و چهارم به این حالت. همین هر حرکت یک ضرب و 2 ضرب و 3 ضرب چند نمره داره که باز به اساس از اون محاسبه میشه؟ که به اساس بلندترین وزن حرکت یک ضرب و 2 ضرب هر ورزشکار که در مجموع حرکت یک ضرب و 2 ضرب مثلا شما میوردارین 150 کیلوگرم، ما میوردارم 140 کیلوگرم، زبرجان میورداره 130 کیلوگرم. شما مقام اول میشین، ما مقام دوم، زبرجان مقام سوم. بسیار خوب. زبر جان تا تو وقت شده که یک حریف تا به یک تفاضل بسیار کلان شکست بدی. آخرین تفاضلی که یک حریف تا شکست دادی آخر کدام وزن بوده؟ برای مسابقات کشور ازبکستان که برگزار شده بود که تانستیم اینجا بین 6 کشور مقام دوم بگیرم و مقام کم و تو دقیق برات معلوم است که خودت مثلا 150 کیلوگرم وزن زده باشی و یک نفر به خاطر که بیای امی وزن بشکنه بیا 160 گرم زده باشه و نتونسته باشه؟ البته در مسابقات تیم ملی برگزار شده اما در بیرون از مسابقات خارجی برگزار نشد. استاد چند پیش فکر کنم که فدراسیون پاورلیفتینگ با فدراسیون شما فرق میکنه. بله. و در رابطه به او بر ما بگوین چون اونا بسیار وزن گرنگ و بسیار ثقیل اونا میزنن و چه تفاوت میان فدراسیون وزنه‌برداری و پاورلیفتینگ است؟ قسم بگینه و پیشتر بر شما گفتم که فدراسیون وزنه‌برداری یک از جمله فدراسیون‌های اساسی المپیکی است که شامل همین 28 رشته المپیکی وزنه‌برداری شامل رشته المپیکی است که در سال 1896 برای اولین بار فدراسیون وزنه‌برداری در شامل فدراسیون اتلتیک شامل مسابقات المپیک نوین که ما شما 2020 توکیو ژاپن شاهدش بودیم وزنه‌برداری هم شامل از امو رشته‌های اساسی المپیکی است که بیشتر از 100 سال قدامت از این است. از امو بعد و ایجاد بازی‌های المپیک تا به الحال شامل خانواده المپیک است. ولی فدراسیون پاورلیفتینگ شامل خانواده المپیک نیست. یک ورزش قدرتی هست، دارای قوانین و مشخصات خاص خود داره. بسیاری از مردم فکر میکنن که پاورلیفتینگ همی که وزن بر میداری و وزن برداری هر دوش یکی است.
چه قسم امی یک آگاهیدهی شوه تا ای که یک تفاوت میان از دو ورزش باشه؟ این زمان میشه که از طریق رسانه‌های جمعی برشان مثلا کلپای بناشید برسه که مثلا تمام مشخصات یک رشته ورزشی رو برشان تعریف و توصیف بکنه که مثلا فوتبال این یک رشته است، به کجا ایجاد شده، دارای این قوانین 17گانه 18گانه است، این مشخصاتش. بدبختانه در افغانستان آگاهی از طریق رسانه کمتر بوده که تا زمانی که مردم و شما بفهمن که یک رشته مثلا پاورلیفتینگ المپیکی است یا ویت لیفتینگ یا وزنه‌برداری المپیکی است، ارتباط داره که از طریق رسانه ها تبلیغات بیشتر شود تا سطح آگاهی مردم بالا بره. استاد چه باعث شده که قدر یک دستاورد رقم یک استعدادها داریم در این رشته یک جایگاه خاص پیدا نکرده در خانواده ورزش افغانستان؟ جایگاه خاص خود به تناسب داشتن افتخارات هر رشته ورزشی در افغانستان داره. مثلا از بعد ایجادش تا به حال فدراسیون وزنه‌برداری در تمام رویدادهایی که از طرف فدراسیون وزنه‌برداری آسیا و بین المللی دعوت شده شرکت کرده که افتخارات فدراسیون وزنه‌برداری از این رویدادهایی که شرکت کرده، مثل که شما شاهد 3 تا مدال از قهرمان ما آذربایجان هستین، بیشتر از 60 مدال طلا و نقره و برنز سایر ورزشکارای ما در تاریخ‌های مختلف در سال‌های مختلف از برنامه‌های بیرون مرزی دستاورد دارند که در آرشیف فدراسیون وزنه‌برداری ثبت است. بسیار خوب. در رابطه به استاد از گذشته برای ما بگو، در رابطه به تفاوت میان او زمان تا این زمان، از امکانات او دور تا این دور برای ما بگو، چون خودت یکی از کسایی هستی که بسیار دستاورد آوردی در این بخش برای مردم افغانستان، برای خانواده ورزش افغانستان، با او امکاناتی که در اختیارتان بود. میشه در رابطه با او آیا کدام وقت تو وقت شده که برای ورزشکارا بگویی که من این رقم امکانات در اختیار ما بود، من این رقم افتخارا را آوردیم و شمایی که حال قدر امکانات در اختیارتان است نآوردین؟ بله، بعض اوقات با اعضای تیم ملی که میشینیم قسم میکنیم از زمانهای مثلا 30 سال قبل یا 20 سال قبل امکاناتی که دولت برای رشد و گسترش ورزش به دسترس اداره ورزش افغانستان قرار میدادن، با مو اندازه امکانات امو وقت افتخارات ورزش افغانستان هم معلوم بود و این ارتباط با مو ارزش دادن ورزش از طریق مقامات دولتی است که به چه اندازه اینا به یک رشته ورزشی اینا ارزش قائل میشن و یک بودجه خاص به دسترس اداره ورزش قرار میدن، به مو اندازه تقاضا میشه که به این قدر اندازه اینا بودجه داد، ما این قدر تقاضا از فدراسیون‌های مربوطه یا از ورزشکارا میخوایم که برند میادین بیرون مرزی رقابت بکنند، دستاورد به افغانستان بیارن. در گذشته از جمله باشگاه معارف که میشه گفت یک باشگاه دولتی بود، فکر نمی‌کنی که او باشگاه دولتی ظرفیت ورزشکارا بالا می‌برد تا اینکه حالا باشگاه‌های خصوصی ایجاد شده در افغانستان؟ در اصل من خودم از جمله از ورزشکارای معارف هستم. ذخیره‌گاه تیم‌های ملی ما قبلا 30 سال قبل یا 20 سال قبل همین کلاب ورزشی معارف بود. حالا از اینکه همین جریان 20 سال منتشر بزین خصوصی تجارای ملی با ایجاد کلپ‌های خصوصی ورزشگاه و جیمنازیوم ها یا خودش رول خود داره، ولی اونقدر که دولت باید توجه بکنه به نظر من بهتر خواهد بود تا اینکه تجار متشبثین خصوصی در این مورد توجه داشته باشه. بسیار خوب. زبر جان، خودت چقدر آماده هستی و امی رقابت هایی را که تو در خارج از افغانستان انجام دادی و دستاورد آوردی چقدر با هم تیمیایت و کسایی که تازه میان به باشگاه شما و کلب شما میپیوندن شریک میکنی؟ البته ما در کلب بچه های تیم ملی تمرین داره، جوانان هم نوجوانان که ما میتونیم با جوانان نوجوانان هم کمک کنیم بررسی تمرینی یا فیزیکی وزنه‌برداری که بتونن به مسابقات بیرون مرزی را پیدا کنن. و تا وقت شده که امی ورزشکارایی که تازه ظهور کردن برش گفته باشی که زحمت بکش عرق بریز تا ای که بیرون از کشور بری و افتخار بری مثل من؟
بله بله، چرا نه که وزنه برداری البته یک رشته ثقیل است، اما با تکنیک رفته میشه که بدون ترینر امکانش نیست که آن وزنه بردار شود، که ترینرهای خوب داریم که میتونن ورزشکارا را بتونن به مسابقات بیرون مرزی راهنمایی کنن. همین امکاناتی که برای خودت فراهم شده از سوی فدراسیون و همتیمیایت بسنده است برای پیشبرد تمریناتت؟ بله بله، ما کلاب مرکزی با وسایل درستی که داریم میتونیم تمرینات خود را انجام بدیم. بسیار خوب. استاد، در رابطه با ریاست های وزنه برداری در ولایت ها برای ما بگوین چقدر در بر اونا امی فراهم شده امکانات تا ای که بتونن بیاین به کابل و خودشان نشان بدن و جذب تیم ملی وزنه برداری شو و به خاطر مسابقات بیرون مرزی آماده شوند؟ قسمی که شما جریان هستین در مسابقات انتخاباتی که چند ماه قبل برگزار شده بود، بیشتر از فکر کنم 25 تن از ورزشکارای ولایت که برای مسابقات انتخاباتی تیم ملی حضور داشتن یا شامل تیم ملی وزنه برداری شدن. در مجموع ما در 11 ولایت نمایندگی فعال داریم. بنابر مشکلات امتحان مکاتب بچه‌ها بودم و وقت زمانش 6 ولایت حاضر به می شدن که در مسابقات انتخاباتی تیم ملی شرکت بکنن. ما در نظر داریم که انشالله الی ختم سال مالی جاری یک مسابقات زون دولت فرا برگزار بکنیم و ورزشکارای ولایت هرات و نیمروز و قندار و کابل و سایر ولایت که در این مسابقات شرکت بکنن اینا را دعوت بکنیم. مسابقات به قسم اوپن، یعنی هر کس میتونه در این مسابقات شرکت بکنه. انشالله شما شاهد برگزاری این مسابقات خواهد بودید. انشالله. در رابطه با امکاناتی که کمیته ملی المپیک افغانستان در اختیار فدراسیون وزنه برداری افغانستان گذاشته بر ما میشه بگویید؟ از اینکه فدراسیون‌های ورزشی در چوکات کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت اینا یک بودجه خاص ندارن، به اندازه کار و فعالیتشان برشان بودجه تخصیص داده میشه. زمانی که اینا یک بودجه خاص برشان تعیین شد، در حقیقت یک واحد بودجه‌ای گفته میشه، یعنی یک اداره دولتی است. برخلاف فدراسیون‌های ورزشی یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیر سیاسی است که با جمع شدن تعداد از ورزشکارا و مجتمع کلب‌ها فدراسیون ایجاد میشه و فعالیت میکنه. بودجه فدراسیون وزنه برداری و سایر فدراسیون‌های ورزشی به اساس کار و فعالیت است که چی تعداد مسابقات میگیره، چی برنامه‌های بیرون مرزی دارن، به مو اندازه به اساس امکاناتی که در دسترس ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک است به دسترس فدراسیون‌های ورزشی و مثل فدراسیون وزنه برداری هم قرار میدن. به عنوان آخرین پرسش استاد، چون در آخر برنامه قرار داریم، امکاناتی که در اختیار فدراسیون شما قرار گرفته راضی هستین و پیامتان هم میشه؟ به اندازه بودجه که دولت برای ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش قرار داده و حاضر قیاس به کمیته ملی المپیک با مو اندازه که کار و فعالیت فدراسیون وزنه برداری بوده، چی مقدار ضرورت بوده، با اساس فدراسیون وزنه برداری قرار دادن. بسیار خوب. صبر جان، به عنوان آخرین پرسش، خاص چی است از مسئولان که چه کارهایی باید انجام شود، چه کاستیایی در داخل فدراسیون وزنه برداری افغانستان وجود دارد که او خلا پر شود؟ آخری میخواهیم که تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک که به ورزشکاران تیم ملی توجه داشته باشند تا بتانیم به مسابقات که در آینده برگزار میشه، به مسابقات بیرون مرزی را پیدا بتانیم کرد. انشالله که روز شب که هیچ صدی رای ورزش افغانستان نگیره و ورزشکارای ما همه خوش بدرخشند و افتخار بیارن برای از این سرزمینی که جز ورزش، جز برمغ آوردن لبخند دیگر چیزی هم نداره. تشکر از حضورتان استاد. سلامت باشید. از اینکه حضور پیدا کردین. عظیم جان، تشکر از اینکه حضور پیدا کردین. انشالله که همین قسم در کارهای در ورزش خوش بدرخشی. این بود داشته های برنامه امروز ما. تا دیدار دوباره شما را به خداوند منان میسپارم.